بچه ها خوش اومدید به اولین ویدیو از چنل من توی یوتیوب. اومدم بهتون اکانتمو بهتون نشون بدم و اینکه حمایت رو برسونید بچه ها. دمتون گرم. این پروفایل اکانت که لول 62 هستش، 4900 تا لایک، 3 تا بویا پس داره با یه دونه الیت. اول از گاناش میخوام نشونتون بدم. این پروفایلشه که 239 تا گان داره، یه دونه گان لولی ایکس مشت هستش. اینا انفوراشه، این انفور طبیعت رو خیلی دوست دارم. ایکی و اسکار گرازا، این هم ایکس مشت که من خیلی باش بازی میکنم. پارافالش هم خیلی خودم دوست دارم و خیلی خوبت میخوره. کینگ فیشر که نگم براتون هستن، از این کینگ فیشر دیگه صحبت نمی کنم، فقط اکانت رو نگاه کنید. دمتون گرم. و این اصلی هم داره، آتیشیه. اینم یو ام پیاشه. اینم ام پیچه به نظرم یه دونه نیاز داره. خب پینوت این اکانت یه دونه اسنایپ واقعا میخواد. ای دبل این بود از گاناش. حالا بریم سراغ ستا. اینا ستای کامله. من فقط این رو سری نشون بدم مدت ویدیو زیاد نشه. و اینکه بچه ها لایک و ساب رو حتما بزنید، واقعا به حمایتتون نیاز دارم. نام بالا تنهاشه. میدونم چیزای زیادی نداره، ولی خب ما فعلا با همین شروع کردیم. انشالله اگه حمایت ها رو برسونید اکانت بهتری میخریم که ذره مورد پسند باشه. کیفاشه که من خودم این ساندویچ رو خیلی دوست دارم. این چتر نجاتن که من این 2025 من اینو خیلی دوست دارم. این تاکتیکاشه یا همون لوت باکس. اینو عاشقشم بچه، ولی به دلایلی فعلا نذاشتم.
اکانت خیلی قدیمیه، داره بنر 5 سالگی رو میگیره. بکنم یه 100 روز دیگه آره بنر 5 سالگی رو بگیره. و من عاشق قسمت پروفایلشم. پروفایلایی داره قدیمی. وای این چی بود گذاشتی؟ میدن همش. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو بودید، حمایتاتون رو برسونید. اینم بود از اکانت من، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا بدرود.